کورس هشتم در این لحظه آغاز شد ما بین اسبای 3 ساله ترکمنچال. مسافت 1600 متر. گل سقه از ابتدا آلبارس یوسف رضا به مالک حاج یوسف رضا علی آرتقی. در این لحظه پیش افتاد آلبارس یوسف رضا با هدایت آرمین متوای میان تا این پیچ رو پشت سر بگذارن. نه کنتاکی هم در تعقیب از پای گلسنقر و آلبارس حرکت میکنه. در جایگاه چهارم رخشانه بلوچستان، در جایگاه پنجم شماره آلپای رمضانی. در تعقیب آلپای رمضانی هم یک شاهان ساپان و شماره 8 کاران حسینپور. در انتها ما گل جمال سفیان رو داریم برای باشگاه همای. یاسین یاسر قلیچی، یلدز قلیچی، یاسر عمود سوار بر گل جمال سفیان خر مردان اشوری که میاد فاصله رو کمتر بکنه. فعلا در صدر کورس ما گل سقه و آلبارس یوسف رضا و شماره 10 آلپای رمضانی حرکت میکنن. میاد جمع بکنه رخشان و شماره 7 گل جمال. حالا ببینیم شماره 6 میاد پیش میفته آلبارس یوسف رضا، حاج یوسف رضا علی آرتقی با هدایت آرمین آتابای و مربیگری نور محمد اوکش. آلپای رمضانی فراد رمضانی دامون ساقی صادق ایبری هم با آلپای رمضانی جدال تماشایی از پای آلبارس یوسف رضا و آلپای رمضانی. آلپای رمضانی از سمت بیرونی از کنار حفاظ بیستم آلبارس یوسف رضا تا به دست رقابت ویژه بین از تماشایی برای آلبارس یوسف رضای حاج یوسف رضا علی آرتقی از انتام اومد. کارن حسینپور مات کننده رقبای این دور ما آلبارس. اینم از کارن حسینپور آلپای رمضانی.